گفت بر کشتی سوار شوید. بسم الله رمز حرکتش و توقفش است. بدانید پروردگار من آمرزنده و با گذشت است. پس ما نیز حرکت می‌کنیم با نام و یاد خداوند علیم و حکیم. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. به پلیلیست قوانین جهان هستی خوش اومدید. این فقط یک سری ویدیو نیست. این یک سفری برای شناخت قوانین پنهان زندگی. قوانینی که اگر آنها را بفهمی زندگی با تو خواهد رقصید. صبر کن ببینم. گفتم شناخت. به نظر شما شناخت کافیه؟ شناخت به تنهایی کافیه؟ شناخت و دانستن به تنهایی کافیه؟ خیر. شناخت مسئولیت میاره. دانستن مسئولیت میاره. چون وقتی قانونی رو شناختی باید بهش تبدیل بشی. و این ویدیوها برای سرگرمی ساخته نشده. اگر نگاهشان میکنی یعنی پذیرفته‌ای که مسئول تغییر زندگیت و تبدیل به این کلمات حضور شوی.